دیگه خسته شدین از آموزش‌های غیر کاربردی و نظری و غیر عملیاتی؟ خب ما هم همینجور، ما هم خسته شدیم. حقیقتاً بعد از سالها تدریس، کار پژوهشی، چه توی دانشگاه‌ها و چه توی فضای آموزش خصوصی، دیدیم که تقریباً کمتر جایی هست که آموزش‌ها رو به شکل کاربردی در اختیار دوستان قرار بده. برای همین با همکارانم کنار هم جمع شدیم تا بتونیم این آموزش‌ها رو عملیاتی بکنیم به نحوی که افراد بتونن از این مهارت‌ها برای ارتقاء خودشون توی کارشون ازش استفاده بکنن. از همینجا از همه شما دوستان دعوت می‌کنم به مدرسه ایرانشهر بیایید و در کنار ما دست به دست هم بدیم، بتونیم این آموزش‌های کاربردی رو در کنار همدیگه عملیاتی بکنیم و ایران شهرمون رو، یعنی کشورمون رو، جایی بکنیم که این آموزش‌ها به کار ساختن بیاد و نگاه ساختن نسبت به کشور رو ترویج بدیم.